درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 25. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگ ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند. بنیاد ادبی عینی. اینک در نظرم صدرالدین عینی هم هست و هم نیست. آره، آن سیمای سرشار از ذوق و قریحه و دانش، آن بیان شیرین دلانگیز، آن چشمان پرفروغ آرام بخش در این جهان نیست. اما آثار مردی که سراسر زندگی را وقف خدمت به آدمی زادگان کرد و پرتو بر جهان معرفت تافت که هرگز فرو نخواهد نشست، در میان هست و خواهد بود و جاودانه خواهد شد. سعید نفیسی. سیدای نصفی قرشی. غزل از ردایف الاشعار. در گلشنی که مقدمی آن گل رسیده است، از روی باغ رنگ چو شبنم پریده است. نقاش دست و بازوی خود بوسه می زند، گویا کمان ابروی او را کشیده است. ننهاده پا به خانه آینه از حجاب، آن ساده روی صورتی خود را ندیده است. گل را گرفته بر دری باغ ایستاده است، باغ بهار آمدنش را شنیده است. هر کس نهاده پا به دری اهل روزگار، بسیار همچون آبله در خون تپیده است. در باغ آرزو که نهال نشانده ایم، عمری گذشت و میوه ما نارسیده است. می آید از چمن مگر آن شوخ سیدا، مانند غنچه مرغ دلم آرمیده است. غزل. ای فرش بوی سنبولی
زلفت دماغ ها. پامالی شبنمی گلی روی تو باغ ها. امشب بیا به کلبه‌ام ای رشکی بوستان، کز روغنی گل است لبالب چراغ ها. زان یاری خانگی خبری هیچ کس نگفت، لبریز شد ز آبله پای سراغ ها. در آفتاب سخته گشتند قمریان، بر سایه های سرو نشستند زاغ ها. در هیچ دل نماند غمی عشق سیدا، شد پیر در خیال جوانان دماغ ها. خالی لبت نشانده در آتش خلیل را، زلف تو بسته بال و پری جبرائیل را. ارباب حرص اهل طمع را خورد به خشم، باشد حلال خون گدایان بخیل را. سیلاب گریه کوه گنه را برد ز جای، فرعون سد ره نشود رود نیل را. از صورتی بزرگ مروت طمع مدار، تنگ آفریده است قضا چشم فیل را. تدبیر عقل راه نیابد به کوی عشق، سازند من بی سند اینجا دلیل را. از وصل یار کام گرفتیم سیدا، بردیم زین محیط دوری بی عدیل را. سیدا از اقسام شعر در مخمسگویی خوش دارد. بیت‌های دیگران را سه مصرعی ضم نموده به طریق مخمس تضمین می نماید. بسیارتری مخمساتش بر غزل صایب است. تاریخ حیات و وفات سیدا معلوم نشد، فقط نعمت الله محترم بخارایی سیدا را نسفی نوشته است. از آنجا که در مجموعه هایی که تا سالهای 1150 هجری تألیف یافته است، ذکر و اشعار سیدا دیده نشده و هم در تذکیره هایی که در آوان دولت منقیطیه بخارا نوشته شده است، با وجود اشعارش بسیار و مشهور بودن، نام سیدا یاد کردن نشده است. گمان می رود که تاریخ حیات سیدا مصادف عهد سلطنت ابوالفیض خان باشد که آبان فطرت است. درباره فطرت زردوز سمرقندی نیز همین رنگ فکر دواندن ممکن است. البته بعد از تفتیشات روز معلوم خواهد شد. لاحقه
در نقل نمونه ادبیه زنان ذکاءت نشان. با نقل از نمونه ادبیه زنانی که در ماوراء النهر ترکستان برآمده اند یا که به این سرزمین مناسبت پیدا کرده اند، زینت دادن قسم اول از نمونه ادبیات تاجیک مناسب دیده شد. مطربه قاشقری عصر ششم هجری. در حرم طغانشاه بوده و در مرثیه او گفته: از آتشکده. در ماتمت شاه سیه شد روزم، بی روی تو دیدگان خود بردوزم. تیغی تو کجاست ای دریغا تا من، خون ریختن از دیده به او آموزم. مهری. ندیمه گوهرشاد بیگم زوجه شاهروخ میرزا ابن امیر تیمور است و شوهرش خواجه عبدالعزیز طبیب خاصی شاهروخ است. از آتشکده. حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، آزمودیم به یک جرعه می حاصل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود. رباعی. در خانه تو آنچه مرا شاید نیست، بند زدلی رمیده بگشاید نیست. گویی همه چیز دارم از مال و منال، آری همه هست آنچه می باید نیست.
اشارت به پیری شوهرش است. مهری به غایت ظریفه و حاضر جواب بوده، چنانچه در تذکیره آتشکده منقول است که روز مهری در خدمت گوهرشاد بیگم مشغول صحبت بود که شوهرش خواجه عبدالعزیز از دور نمایان شد. بیگم چندی را مأمور کرد که خواجه را زودتر وارد مجلس نماید. مأمورین هرچند اصرار می کردند، خواجه که ذاتاً پیر و ضعیف بود، علاوه بر این برای خوشی خاطر بیگم زیادتر در راه رفتن اظهار ضعف و ناتوانی می کرد. بیگم به مهری گفته که تا آمدن خواجه شعر مشعر بر ضعف او گوید. مهری در بدیهه این شعر را گفته: مرا با تو سری یاری نمانده است، دل مهر و وفاداری نمانده است. تو را از ضعف و پیری قوت و زور، چنان که پای برداری نمانده است. الحق به غایت خوب گفته. بار مهری را به اتهام گناه حبس کرده در پایش کنده زدند. در آن مورد گفته: رباعی: شه کنده نهاده سرو سیمین تن را، زین واقعه شیون است مرد و زن را. افسوس که در کنده بخواهد فرسود، پایی که دو شاخه بود 100 گردن را. اسمتی: صاحب آتشکده و قاموس الاعلام دختر قاضی سمرقند بودنش را قید کرده اند، اما تاریخ حیاتش معلوم نشد. از آتشکده مگر رسوای عشق از مردمی عالم غمی دارد، که عاشق گشتن و رسوا شدن هم عالمی دارد. عایشه: نظر بر روایت صاحب آتشکده از اهل سمرقند است، لیکن تاریخش معلوم نشد. رباعی:
اشکی که ز چشم من برو غلتیده است، در گوش کشیده‌ای که مروارید است. از گوش برون آر که بدنامی توست، کان را برخم تمام عالم دیده است. با من چو شبی وصل تو بگشاید راز، ناگاه هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر عوض کنندم ندهم، کوتاه شبی از آن بسط عمری دراز. نادره. اندیجانی است و زوجه امیر عمرخان واری خوقند است. وفات عمرخان 1237 هجری است. از روی شنید نادره را در فارسی و ترکی دیوانی مکمل است. حیفا که بنابر مطبوع نبودنش دیدنش میسر نشد. در مجموعه بیلیم اوچاغی که در تاشکند در سال 1923 15 می شماره 23 نشر شده است، ترجمه حال و اشعار ترکیش نقل شده باشد هم اشعار فارسیش ذکر نشده است. تنها از تواریخ خمسه شرقی سؤال و جواب فارسی زیر به نام او از روی گمان نقل شده است. سؤال و جواب. سؤال عمرخان: زیر دامان تو پنهان چیست ای گل پیرهن؟ جوابی نادره: نقش سمی آهوی چین است در برگ سمن. عمرخان: باز تشبیه دیگر کن تا بگردم از سرت. نادره: غنچه سیراب را ماند که نشکفته دهن. تمام شد قسم اول. دوستان عرضی امیدم با نگاری من بر
رحمتی از خاطر امیدواری من برید، رحمتی از خاطر امیدواری من برید. یا به من از گرد راهش سرمه‌واری آورید، یا به من از گرد راهش سرمه‌واری آورید، یا مرا در رهگذاری شهریاری من برید، یا مرا در رهگذاری شهریاری من برید. من قتیل غمزه او نگاه گشتم، من قتیل غمزه او نگاه گشتم، یا مرا مسند نشینی گلزاری من برید، یا مرا مسند نشینی گلزاری من برید. زندیارم تای هستم شهریاری من کجاست، زندیارم تای هستم شهریاری من کجاست، جام می از بحر عشرت با نگاری من برید، جام می از بحر عشرت با نگاری من برید. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 25-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.